استاکر داشتی تا الان؟ میدونی استاکر چی هست؟ نه از اینا که دیگه مثلا از فن بودن خارج میشن، یه مدلی از جنونه که دنبالت میکنن و مثلا پیگیرتن و اینا. آره؟ آره. چجوری بود تعریف؟ یه خانومی بود که خیلی سال پیش، الان 1-2 سال ندیدمش. ببین همه کنسرت ها بود، یعنی هر شهری که فکر کنی ما میرفتیم و این ردیف 2 و 3 بلیت میگرفت و نمیدونم کجا و میشست اینجوری نگاه میکرد و نمیخوند کل کنسرت. مثلا من 2 ساعت دارم اون بالا، چقدر ترسناک. خیلی خیلی دارک. مثلا کنسرت تموم میشد میگفتم خدایا شکر شد تموم شد، میرفتم مثلا یه آب میوه بخورم، یه رستورانی ما رو دعوت میکردن، میرستم اینا دم در اینجوری وایساد بت خیلی بت من نگاه میکرد. بعد اینجای لبش زده بود اشوان. اصلا کجای لبش؟ توش نوشته بود اشوان؟ آره. تتو زده فن بود؟ پیجای دیگه بهم میگفتن آره تتو زده بود. خیلی ترسناکه امیرحسین، الان بهت میگم شاید مثلا فان باشه.